در بین من و در بین دشمنت جمع نکن که دشمن الله چه باشد؟ قرآن شیطان هست که موسیقی باشد. لذا انسان مسلمان وقتی که به موسیقی گوش میدهد همه چیز را که شریعت از او درخواست میکند از بین میبرد. به همین خاطر ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میفرماید الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. غنا در قلب نفاق را میکارند و رشد میدهد، مثل اینکه آب کش را رشد میدهد و نمو میدهد. دومین تشبیه علت وجه شب در میان غنا و در میان نفاق این هست که منافق فساد میکند اما گمان میکند که من در بین مردم اصلاح میکنم، مثل که عبدالله ابن ابی میگفت انما نحن مصلحون. انسانی که موسیقی دوست دارد و علاقه به همراه موسیقی دارد این هم فساد میکند، قلب خود را فاسد کرده گمان میکند که این کار خوب میکند. بعض از انسان ها موسیقی رنگ و جنبه دینی میدهد، به هیچ وجه الجرس و مزامیر و شیطان به همراه لا اله الا الله وقتی که زنگ باشد شنیدن از او درست نیست، شنیدن از او حرام هست، نباید انسان بشنود، چون اینها چیزهایی هست که وجد شیطانی به وجود می آورد، قلب را از بین می برد. ابن عمر رضی الله تعالی عنه همراه یک از شاگردان خود از کنار یک راه می گذشت، رمه از او طرف آمد، زنگ که بر گردن حیوانات هست، صدای زنگ ابن عمر شنید، از راه جدا شد، دستان خود داخل گوشای خود کرد، بر شاگرد خود گفت میشنوی؟ شاگرد از او میگفت بله هنوز میشنوم. ابن عمر دست آخر از گوشا بیرون نکرد تا اینکه شاگرد از او گفت نمیشنوم. بعد ابن عمر دست آخر بیرون کرد، گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همین کارا کرده. جرس، زنگ، مزمار شیطان هست، انسان باید پرهیز بکند. علت وجه سوم غنا و همراه نفاقی هست که انسان که غنا و موسیقی میشنود دو حالت دارد، یا اینکه حقیقت خود را آشکار میکند به مردم، تبلیغات میکند بر ضد دین، تبلیغات میکند به خاطر راه اندازی همین مسابقات خود، این فاسق هست، فاجر هست، هر کسی رو میشناسد. یا اینکه انسانی که موسیقی دوست دارد به قلب خود پنهان میکند، زبانن میگوید من الله را دوست دارم، من میلان و رغبت به طرف دار آخرت دارم، در حالی که به زبان این چیز میگوید و قلبش پر از شهوت هست، قلبش پر از محبت به همراه آن چیزی هست که آن را الله سبحانه و تعالی ناپسند میداند. همین نفاق هست. منافق ظاهرش مخالف باطنش هست. انسانی که موسیقی را دوست می‌دارد و اظهار محبت می‌کند به همراه الله و به همراه اظهار رغبت به طرف دار آخرت می‌کند، این منافق هست، چون قلبش آنچه را دوست دارد که الله او را نمیپسندد. ما اگر ادعای محبت الله را می‌کنیم باید قلبمان را از آنچه که الله او دوست ندارد خالی باشد، که از محبت موسیقی، از محبت معاصی و نافرمانی الله سبحانه و تعالی باشد. نام دیگری از نامهای موسیقی قرآن شیطان هست، رقیه زانی هست و نامهای مختلفی موسیقی دارد که اگر الله خواسته بود در هفته های آینده به خدمت شما بیان میکنیم. پروردگارا به همه ما فهم صحیح از دین عنایت بفرما. یا الله خاتمه همه ما بخیر بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.